دایی و زندایی بابام بچه‌شون نمیشد، واسه همین شب یلدا کسی نبود بره پیششون، ولی دوتایی خوش میگذروندن. مثلا شب یلدا زندایی یه بچه خروسو که هنوز به تخم کردن نیافتاده بود سر میبرید، با نمک فلفل و زردچوبه ماساژ میداد و 3 ساعت بعد توی کره و روغن قشنگ سرخش میکرد. بعد توی همون روغن پیاز و تفت میداد و طلایی که میشد سیر رندیده رو باهاش یه همی میزد و رب گوجه رو کنارش تفت میداد. بعد از توی باغ انار میچید و آبشو میریخت توی سس غذا و یه قلی که خورد آقا خروسه رو میذاشت توش و با یکم کره محلی میذاشت 1 ساعت بپزن و سس ناردونی غلیظ شه. 10 دقیقه آخر پخت غذای یلداییشونم گردوهایی که توی گنجه قایم کرده بود و دونه های انار رو میپاشید روش و چه رنگ و روی، چه عطر و بویی. امیدوارم شما هم شب یلدا این ناردونی رو درست کنین و حسابی خوش بگذرونین.